Hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni la... سلام جناب. امیر شقایق نمیشه نری؟ یه دلیل بیار که بمونم. دلام هستم من همه خرجت کردم، سالگرد، تولد، سپندارمز، چقدر بردمت جلو کبابی شمشیری کوبیده ریختم تو اون خیکت، یه همه کاشتم، موقع برداشت داری میری؟ عشقم من و تو به هم دیگه نمیرسیم. چرا اینو درک نمیکنی؟ اصلا اینو ولش کن. تو چطوری میخوای بری؟ بابا آلمان یه دوره گذاشته که اگه زیر 40 سال باشه و مدرک دیپلم باشه با گذروندن دوره پرستاری میتونی اقامت دائم آلمانو بگیری. تازه این آموزش هم بهت حقوق میده. برو، ولی من هیچ وقت یادت نره. امیر نرو. چقدر عوض شدی؟ وای چقدر دلم برات تنگ شده بود. الهی بگرم به خاطر من کچل شدی. حتما این همه مدت خیلی بهت سخت گذشته نه؟ به خاطر تو واسه چی؟ به خاطر سختی زندگی، بدبختی، واسه بی پولی بوده. بس که خرج تو کردم، انقدر بدهی بالا آوردم. حالا تو چجوری رفتی آلمان؟ بابا من اون موقع با شرکت الس گروپ رفتم به خاطر اینکه 0 تا 100 کارامو خودشون انجام دادن. مشاورشون رایگان بودش. تازه آموزش زبان رایگان هم داشتن. پرداختشون هم قسطی بود. به خاطر اینکه کل کارامو خودشون انجام دادن من رفتم. ولی من الان به خاطر تو برگشتم. میخوای برگردیم پیش هم؟ برگردیم که چی؟ من زن دارم، بچه دارم، بچه‌م هم قد توه. خوش گذشت بابا، پاشو برو. اصلا خوشحال شدم ریختتم دیدم. خاک تو سر بیشور رو نفهمت کنن. اصلا تو لیاقت منو نداشتی. همون بهتر که ولت کردم رفتم. اوی پول منو بزن. در آروم ببند. امتیازم هم کامل بده. 10 از 10.